بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب التعليق على الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، والشرح لفضيلة الشيخ العلامة أو التعليق أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. وقال تلميذه: قد بين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على هذه الأصول الستة تبعة دار الثريا تعريف الاجتهاد. يعني شيخ محمد بن صالح العثيمين وكان روشنی انداخته است در کتاب خود به نام شرح همین 6 اصل. شیخ حسینی همین 6 اصل چیکار کرده است؟ شرح داده است و در تحت همین اصل ششم تعریفات اجتهاد گفته است. یعنی مراد از اجتهاد چیست؟ گفته است که اجتهاد در لغت این صرفه کردن قدرت و توانایی، یعنی تمام قدرت و قوت صرف کردن است برای خاطر درک کردن یک امری مشقت. یعنی کوشش و تلاش میکنی که همین چیکار کنی؟ نه چه درک میکنی که همین مشکل خلاص چی میگفته. اینا چی اجتهاد میگه؟ جهد. و در اصطلاح بذل الجهد لادراک حکم شرعی، یعنی صرف کردن تمام قدرت و توانایی برای خاطر درک کردن یک حکم شرعی، یک حکم شریعت فهمم گفته تلاش میکنه. ثم سأذكر لك اخي القارئ الكريم، بعد از آن میگوید من برایت ذکر میکنم برادری خواننده گرامی تعریف المجتهد المطلق، تعریف مجتهد مطلق را، او بمعنى آخر که به دیگه معنی که هو المفتی، یعنی مجتهد مطلق گفته که میگن مفتی را میگن به دیگر معنی. فقد قال في ذلك الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري در این مسئله این شیخ گفته است در کتاب تنبیه ذوی العقول السلیمه چنین گفته است: المجتهد المطلق هو العالم الذي يستفرغ وسعه بالنظر في الأدلة حتى يحصل له الظن الغالب او القطع بحكم شرعي. یعنی مجتهد مطلق و عالم رو میگن که تمامی قدرت و تواناییش چیکار میکنه؟ صرفه میکنه به نگاه کردن در دلیل ها. یعنی از کتاب و از سنت چنان بسیار نگاه میکند، نظر میاندازد حتی برایش همون گمانی غالب روی دهد گفته. یعنی کدام گمانش غالب تر میباشد انوی بر میگیرد، یا که قطعیاً به یک خلاصه میباید به حکم شرعی، یا که چی اگر چی بسیار گمان باشدم که گمان غالبش قبول میکنه به سبب بسیار کوشش کردنش، یا که چیکار میکنه؟ یا یک قطعیاً یک حکم شرعی میگه که حلاله یا چه حرامه گفته خلاص میگه. و هو الذي يبحث عن الحق بدلیل اون، و اون کسر میگن که حق میکواد به دلیلش. حق به چی میکواد؟ به دلیل میکوفتگی جستجو میکردگی آدم مجتهدی مطلق میگه. اینه که عبید ابن که عبدالله جابری گفته است. نه بعد از آن با دیگر تعلیق آورده است اون تحت سوره یاسین اند آورده است. الله اعلم میفرماید: القول فی الآیه العذاب. گفت در اونجا که لقد حق القول، یعنی واجب شد دیگه از سخن. مراد از سخن چیه؟ عذاب گفته، یعنی عذاب واجب شد دیگه در بالای هم اکثر اونها فهم لا یؤمنون و یا ایمان نمیآورند. و اکثرهم یعنی کفار العرب، کافر عرب میگن الذين ماتوا على الكفر، کسانی که کافر مردن. ماتوا على الكفر یعنی کافر مردن. بری همون است. الاغلال گفتیم که در گردنشون در دستاشون کشان هست. اغلال القيود التي تشد بها ايديهم الى اعناقهم، یعنی کشان هایی که دستاشون به گردناشون یک جای کرده بسته میشود، همون قیود میگن، یا که اغلالش هم میگن. از اون توش که کشان میشود. کشان. مقمحون یعنی مرافع رؤوسهم، سرشون بالا برداشتگی. غاضوا ابصارهم یوم القیامت و هم فی النار، و دیده هاشون به طرف
آسمان در روز قیامت میبردارند بالا میکنند و هم فی النار ایشان در آتش دوزخ. و اقول شارح یا که معلق میفرماید که اقول ان هذه الشبهه شبهه شیطانیه، این شبهه چه شیطانی است. توسل بها الشیطان الى تعطیل الكتاب والسنه، با وسیله همین شبهه شیطان چیکار کرده شده است؟ واسطه قرار داده یا که آمده میرسد به باطل یا که بیکار کردن کتاب و سنت. به همین واسطه شیطان چیکار میکند؟ آمده به ویران کردن کتاب و ویران کردن سنت میرسد. و صرف الفهم عنها صرفا کلیا، و برطرف کردن فهمش را از کتاب و سنت صرف کلی میکند. نه و صرف الفهم عنها، من خیلم عنها گفته همین شبهه و کار میکند که هیچ کی همین همین نمیفهمد، کلا نمیفهمد، سوالش درست است. و ان هذا لصد عن سبیل الله، واقعا این از راه الله رو گرداندن است. صد گفته رو گرداندن است، صد باشد محو کردن میشد، صد اعراض می رو گرداندن، رو تافتن. و تکذیب لکتاب الله، این نسبت کتاب الله دروغ ناباوری است. حيث يقول تعالى، الله تعالى میفرماید که ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدکر. قمر آیه 22. ما میگو قرآن آسان کردیم برای ذکر کردن، برای خواندن، برای پند گرفتن، برای عبرت گرفتن. فهل من مدکر، یگون عبرتگیر و پندگیر هست. میگو الله خودش میگوید که ما قرآن آسان کردیم. اینا چی میگو؟ میگویم که قرآن مشکل فهمیدن است. همه 4 مراتبه 5 مراتبه اومد دیگه در قرآن. فالله تعالی یقول اخبارا عن نفسه، الله تعالی درباره خودش خبر میدهد بانه یسر القرآن للذکر، که و خودش قرآن میسر کرده است، آسان کرده برای پند گرفتن. و اکد ذلك الخبر باللام الموطئه للقسم، این بود تاکید کرده است بلامی که جواب قسم است. الموطئه للقسم جواب برای لقد گفته. و هؤلاء يقولون ان فهم القرآن والسنه مستحيل، اینها باشن میگن که فهمیدن قرآن و سنت ناممکن است. مستحیل گفتن ناممکن، از طاقت بالا است. و غیر ممکن نیست الا للمجتهد المطلق الذي يشترطون فيه، مگر برای کی آسانه گفتن؟ برای مجتهد مطلقی که و برایش با شرط ها ماندن. یکی از شرط ها مثلا گفتن ان یکون قد حفظ على الاقل 100,000 حدیث عن ظهر قلب. اقلا میگه چیه؟ از جد، یعنی 100,000 حدیث از یاد دونه برای فهمیدن قرآن. 100,000 قرآن چیه؟ حدیث دونه میگه. حفظ قرآن از بر کردگی باشد. و ما قیل فیه من التفاسیر، اون چیزی که در این قرآن با از تفسیرهای اینا را از یاد دونه، یعنی که از بر دونه. حفظ الاقوال الفقهیه بادلتها الى غیر ذلك، با سخنهای فقهی را به دلیلش از یاد دونستن و غیر از اینها. و ما هذه الا مناقضه لما اخبر الله به، اینا همش مخالف هستند به خبردادی الله. و ما هذه الا مناقضه گفته چی میگن؟ اینا همش مخالف هستند لما اخبر الله به خبردادی الله. اما جعله في كتابه من اليسر للقارئين، اون خبری که الله تعالی در کتابش قرار داده است که کتاب او آسان است برای خواننده ها بود است. والمتفقهین برای فقه آموزها آسان است، والمتعلمین برای علم آموزها آسان است بوده. اینا باشن چی میگویند؟ نمیگویند مشکل نمیگویند که قرآن مشکل فهمید. الله عز و جل میفرماید که و انزلنا الیک الذکر، ما به تو ذکر نازل کردیم، یعنی حدیث گفته است. اینجا حدیث یعنی که حدیث های پیغمبر ذکرن. برای چی ما برای تو حدیث ها را همچون ذکر نازل کردیم؟ لتبین للناس ما نزل الیهم، تا که برای مردم روشنی اندازی آنچه را که به ایشان نازل شده است. به ایشان چی نازل شد؟ قرآن. یعنی تو به سنت قرآن روشنی اندازی است. ولعلهم یتفکرون، شاید که وایها تفکر بکنن، یعتبرون عبرت بگیرن. گفته فأخبر الله تعالى أنه أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم القرآن ليبينه
الرسول صلی الله علیه و سلم باقواله و افعاله. الله سبحانه و تعالی خبر داده است که او و محمد صلی الله علیه و سلم قرآن را نازل کرده است تا وی را رسول صلی الله علیه و سلم بیان و روشنی اندازد به چی؟ باقواله، به سخنهاش و به افعالش و تشریعاته التي هي ترجمه للقرآن و به قانونهایش که اینها همچون ترجمه قرآن است. فهل امر رسول الله بمستحيل؟ نخواد پیغمبر را یعنی امر کرده باشد به یک کاری ناممکن. فهمیدید؟ نخواد یک کاری ناممکن، یک کاری که از قدرت انسان بالا باشد هوای الله تعالی مجبور کرده باشه پیغمبرش. حاشا و کلا، یعنی پاکی بادا و کلا هرگز نه، هیچ ممکن نیست. و انما امره و انما امره ممکن، امر الله در یک کاری چی ممکن است. امر الله چیه؟ این کاری ممکن است. الله تعالی میفرماید که هذا بیان للناس، این روشن است. قرآن ببینید، درباره قرآن این روشن است برای مردم. و هدی و راه راست است و موعظه للمتقین و پند و اندرز است برای تقوادارها. پند و نصیحت است، اندرز. فكيف يكون بيانا وهو مستحيل فهم؟ پس چه خیل بیان نشده است که فهمیدنش دشوار باشد؟ فهمیده؟ یک چیز فهمیدنش دشوار باشد آیا او را بیان گفته میشه؟ نمیشه. یک چیز را بیان میگوی که و فهمیدنش آسان باشد که برای تو روشنی انداخته میشه. ما هذه الا فریه شیطانیه، این هیچ چیز نیست جز بافته شیطان. این شیطان بافتگه. فریه گفته، بافته را میگه، بافته افسانه شیطان است. اراد بها شیطان صرف العقول عن التفکر في کتاب الله و في سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. شیطان به این افسانه خودش میخواهد که چیکار کند؟ مردم عقلشون نگه داره از تفکر در کتاب الله و از تفکر در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. فهمیدید؟ به نمی فریه، به نمی بافته، به نمی افسانش، به همین یعنی لگنده چیکار میگن؟ چیکار میکنن؟ میخواهد که افکار مردم یخ کند. نه فکر نکن، این نخوان. انا امروز همه قرآن دور، همه چیز دیگه گزیت خون و ژورنال خون و قرآن نمیفهمه. برای چی؟ شیطان کارش کرد اخی. وقال تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن، واقعا ما در این قرآن روشنی ها انداختیم. صرفنا به معنی چه؟ روشنی انداختگیم. یکو تاریکی ندارد این قرآن. چرا خیل کردیم؟ لیذکروا، ای لیتعظوا، تا پند بگیرن، اندرز بگیرن، نصیحت بگیرن، موعظه گیرن. گفته و ما یزیدهم الا نفورا، اینها باشند یعنی این قرآن کافرها را هیچ چیز علاوه نمیدهد. این قرآن کافرها را ما یزیدهم، زیادتی نمیده، یکون چیزی زیادتی نمیده برای کافرها، الا نفورا، مگر نفرتشون زیاد میده. چقدر که ما نازل کردن گرفتیم همین قدر نفرت اینها زیاد شدن. نفور و ریختن از حقیقت میگویزن، چون که اینو کافرن آخیر. فهمیدید؟ فقوله تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن ولقد صرفنا في هذا القرآن، هم خلای واقعا ما روشنی ها انداختیم. فقوله ولقد صرفنا في هذا القرآن، بس قول الله تعالی میفرماید که واقعا ما در این قرآن روشنی انداختیم. ای نوعناه، به هر نوع به شما فهماندگی هستیم. و بیناه، بیان کردیم. فمنه الاحکام، از قرآن احکام است. و منه الاوامر، از قرآن امرهاست. و منه النواهی، از قرآن چیزهای منع کرده شده است. و منه القصص لامور قد مضت، از قرآن با قصه هاست که نسبت کارهایی که قد مضت گذشتن. و منه الاخبار بالغیبیات، از قرآن یعنی خبرهای غیب است. التي ستأتی، اون خبرهای غیبی که حالی شدگی نیست آینده خواهند شد. و منه المواعظ، از قرآن موعظه است.
و وصف الجنة و النار صفت جنت و دوزخ آمده است و اوصاف المؤمنین و الکافرین صفت های مؤمن ها و کافر ها و منافق ها آمده است. فهمیده؟ و ما اعده الله لهؤلاء و هؤلاء، اون وعده که الله تعالی کرده است برای اینش و برای ویش، یعنی برای مؤمن ها، برای کافر ها، برای منافق ها. در قرآن اگر نخونیم این قرآن خوندن و 100,000 حدیث ازیاد کنیم میگود با قرآن میفهمی این یک بی عقلی بی فرسته. این نقشی یهود است. چخیلی که گفتیم در بخارا چیکار کرد؟ این نقش جاری کرد، برنامه گذاری کرد که قرآن ترجمه نکنه، همه عمرشون به همون صرف نحوانی و با چی؟ با مختصر خوانی به دلیل گذراندن و با منطق خوانی، با علم کلام، علم سفسطه، علم افسانه قطع حیاتشون گذراندن. قرآن نخواند که گناهگار میشه، قرآن حدیث نخواند که این چی بوده است؟ این فریتون شیطانیه میگود، این بافتی شیطانی، افسانه شیطانیه میگود. سبحان الله، کتاب نخوانی از کجا میفهمی غیبت حرامه؟ سنت نخوانی از کجا میفهمی دزدی و دیگر کارهای بیزه؟ کل ذلك قد ورد في القرآن، همه اینها در قرآن وارد شدگان، آمدگان. بالاضافه الى ما اخبر الله به عن نفسه من اسمائه الحسنى، علاوه بر این میگه بالاضافه، یعنی علاوه بر این میگه با اون چیزایی که با الله خبر داده است درباره خودش، نامهای زیباش خبر کرده است و صفاته العلا و صفاتهای بلند و عالی خودش خبر داده است. اگر قرآن نخوانی از کجا میفهمی تو الله دارای صفاتهای زیبا و چه نامهای زیبا و صفاتهای عالی دارد؟ از کجا میفهمی؟ انا امروز مردم الله میگیم که در قرآن خبر داده است که دست دارد، چشم دارد، میگیم تلخکف میشن از کدام جهت؟ از انمی فریه شیطانی، بافتی شیطانی، افسانه‌های شیطانی که بیاره ترسون برد. هم خیلی میگه که الله تعالی چشم داره، قرآن گفته نه و چخل. با بعضی کتاباشو چی میگه؟ الله چشم ندارد میبینه، گپ ببینه، دست ندارد میقپد، پا ندارد و میرد، گپی بی معنی. یکمش این که مثال میگه چشم ندارد انکار کرده، با بافته میگه که میبینه، اما بی چشم چخل میبینه، یعنی هانه یکی نه ها، خدا یک کسی میپرسی یک جواب یکش میتید که بعضا یک جواب میشه که نمیدونید که هوای این یکی نمیدونید که نه. مثلا یک کس میپرسد که اجاء زید ام عمرو، زید اومد یا عمرو اومد؟ و یک کس میگه چی؟ نعم میگه، نعم گفت. همین ایگوشی فهمیده؟ حیران شده اخی انا ما فهمتو، میگه من نفهمیدم. با میگه که لا بازم، یعنی بعضی سوال هست که نه هاش توری میشد، نه نیست توری میشد. همین خیلی زید آمده گه یا عمرو، یک کس میتونه در سوال شما سوال داده شده، آیا همین سوال موجب آن است که شما آره گوید یا که نه گوید؟ نه آره درست میآید، نه همین خیلی است. انا میخواد حیات این متعصبه و فهمیده صاحب مذهب خودشون میگیرن. ما در مدرسه درس میدادم، فقه اکبر به طرز درس داده شده، نمیدونم چشماش کجا رو دیده شده، ایشون از درس میداد، درس داده شده میگه که دستی الله این نعمتی الله است. گفته تکرار ذکر کسی فرموشه طلب بره و من میگم که دستی الله، ید الله این نعمتی الله یک چیزه. میگوید که اینو ممکن است گفتن دست کدن ها یاد میدم یک دست اینه که الله دست ندارد. اما چی بگفتی تاش؟ این به معنی قدرت. آخه بعد دست به معنی قدرت باشد بی فروستر بینه، احمقی انسان بینه. با مدرس هست میگم که آخه دست به معنی قدرت باشد، الله به چه حکمت است در همینجا که میفرماید که شیطان میگوید که تو رو چی مانع شده است که سجده بکنی آن مخلوق قرار که من به هر دو دستم آفریدم. به هر دو، به دو گفتنش چی معنا داره؟
مادامی که دست به معنای قدرت باشد با دو قدرت الله زورش نرسید نعوذ بالله که مثال گیریم چی الله پناه کرد دیگه آدم آفرید کی میگه که و دو قدرت ما یک قدرت که نشد بعد دیگه قدرت و دو همه خیلی میشن. این تشریف آدمه، این قدر ارزش آدم بلند کردن است که الله تعالی میگه که من انسان آدم به دستم آفریدم. ها و میگه که نه قدرت و میگه که در کجا گفتم مذهب ما میخله ابا میگه مذهب تو چیه میگه که ابو حنیفه چند کتاب نویس با بعضی بیسوادش هم شر نداشته با بیسواد همین خوبترش خاموش است با شرمندگیش آشکار میشه یک تامی 8 کیلو همون نفسش بینوش برام استاد بینوش کشان شده نفس کشیده پیش ما کتابا رو میگه کتاب ابو حنیفه در کجا ابو حنیفه میگم برادر یا من نگاه کنید میگم شما نگاه نکردید برادر من همون کتابتا همون رو دیده استادم این کتاب ابو حنیفه نیست این کتاب ابو حنیفه امام اعظم نویسیدن خونه‌اش میگم خونده کدام کس بعد آخرش میگه که حنفی یعنی فلان یاد ندارم میگه که فلان حنیفه بعد گذاشتن کتاب ابو حنیفه میگه انا حنفیه ای به عقل ای به وراثت مکتبم حرام کردیم آخر در مکتب نخوندی که صفات‌های نسبی این اتنسیت نعیمش میگوینن این کسی هست که در مذهب ابو حنیفه خودش به مذهب ابو حنیفه نسبت داد دیگه الله علم کیه و این نگفته که من ابو حنیفه هم نگفته است که این حنفی این اتنسیت نعیمه اسمهای نسبه خجنده مسچایه چه استراوشنه اینا صفتای چه؟ صفتای نسبی میگوینه کولابی بخلای و یک کتابی یه وارد میشه ابو حنیفه در عمرش فقه اکبر نوشته همین قبول دارم فقه اکبر آوردیم نشونش دادیم حلقه کف شده در همونجا در همون مذهب ابو حنیفه گفته که دستی الله را جایز نیست قدرتی الله گفتم این عقیده دی اشعری این معتزله موی سرش بالا میشه حیران میشه این چه کتابی پشته مقابلش چگونه نگاه میکنه اما کتابی مقتی باور نکنه اما کتابی خود طرف بیا هم خیلی انا میشه بیستواد و چه نردمه؟ خب اینه علاوه به این الله تعالی خبر داده که درباره خودش از نامهای زیباش از صفاتهای عالیش و عما له من الكمالات التي لا تبلغ العقول وصفها الله تعالی درباره کمالات صفات خودش چنان خبر داده است که عقلها به وصف او رسیدن نمیتوانند اینا را از کجا با میفهمی خواندن کتابی الله سنتی پیغمبر خواندن جل شأنه و تعالت صفاته شأن الله بزرگ است صفاتهای عالی و تقدست اسماؤه نامهای الله پاک فهل القرآن لم ينزل إلا ليتلى في المآتم فقط یا قرآن نازل شده است فقط برای خاطر در ماتمها او تلاوت کردن اعوذ بالله میفرما سوال میتونید نخواد قرآن نازل شده باشه فقط برای خاطر لیتلا او رو تلاوت کنن در ماتمها فقط فلان مرد به سوره شده فلان مرد غیر متخذینه شرعا بکه این همچون شریعت میگیرن شریعت عقد کوچه میگیرن شریعت عین و اعان هر کی دلشان کشن میگیرن اما قرآن که سرچشمه منبع شریعت است منبع اسلام است از اونجا باید بگیریم اون نه و این برای مرده ها مرده و کس مرد برای وی دیگه چی در کار نیست تمام که باید دعا کنیم که عاقبتش خوب شود نخواه قانون الهی رو بر مرده خواندیم فهمیدی سالیه؟ یک کس میخواهد که مثال گیریم همه قاعده حرکت در راه یاد گیرد با کتابی همون در روز نویسنده میبرد میخونه تشکیل فهمد که اواری نکنه همه خیلی ابا یک کس اواری کرد که مرد یک مرگ شده گه
بم میشود که می کتاب رو بید درباره سرش خونی گویی هم با یعنی که ویز پرشتینای که من به تو چی هستن پس پاوروتا اینش مثلا گیریم کاندگی ای پروچپاسنستی ای بلندی ای پسی ای او شوفر گفت شوفر مردگی همه میدونند که قاعده قانون بری زنده هست. قرآن امروز مردم در ماتم ها میخوانندش، میگن که زناکار مردی زناکار و زنی زناکار را سنگسار کنه. کی رو گفت تو مردگی را این دیگه زنا نمیتون کردن تمام یا همه رو مردگی او زنده ها رو بود خودت بود. عجیبه. غیر متخذینه شرعا قرآن همچون شریعت نمیگیرن ولا آخذین منه الهدایت والاحکام نه از وی هدایت میگیرن نه حکم میگیرن نه هیچ چیزی میترسن. این هذا لهو الضلال المبین واقعا البته این یک گمراهی دوره، یعنی این چنان گمراهی است که از حقیقت دور. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم چنین میفرماید. چی میفرماید؟ میفرماید که رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها لمن لم يسمعها فرب مبلغ اوعاله من سامع. الله رحمت کنه دعا میکنه در حقی اون انسانی که سخن منم میشنود فوعاها او را چیکارش میکنه از بر میکنه حفظش میکنه و برده ادا میکنه برای کسی که او را نشنیدگی باشد. بسیار برده رساننده اوه دیده رب مبلغ نشدست مبلغ نه رب مبلغ اوعاله بسیار وقت می شود که همون کسی که با او برده می رسانن چی می شود؟ یعنی حفظ او فهمش او بسیارتر می شود از خود همون سامع شنونده دیگه بگذاشت میکنه. فی روایت نظر الله امرأ سمع مقالتی الله زیبا قرار دهد اون انسان داره که مقالی مرا سخنی مرا میشنود و را از بر میکند ادا میکند به کسی که او را نشنیده باشد. فرب حامل فقه غیر فقیه بسیار کسایی است که فقه میبردارن میگن یک خودش فهمیدگی نیست. رب حامل فقه الى من هو افقه منه بسیار میشود وقت میشود که انا همون کسی یک فقه برداشته برده به دیگه کس برده میرسوند انا همون دیگه کس این دیده با فهمشش با قوت‌تر میشه. یعنی بسیار وقتا در بسیار حالات میشه که یک کس طالبی فلانیو بعد از اندک وقت میبینه که از استادش هم ماشاءالله گذران دیگه در نطق در بروگی الله داد دیگه هم خیلی شدنش ممکنه تخریجش بزرد. و قال صلی الله علیه و آله و سلم الا لیبلغ الشاهد الغایب آگاه باشه باید کسی که حضور داره در مجلس من با کسانی که غایب هستن برده رساند. فرب مبلغ او عام سامع بسیار وقت می شود که کسی برده و کسی برده رسانده شده چی می شود او یعنی که فهمش او با قوت‌تر می شود از اون شنونده ها. خرج البخاری و مسلم من حدیث ابی بکر رضی الله عنه. و قال صلی الله علیه و آله و سلم بلغوا عنی ولو آیه انو من یک آیتم که دانید شنوید برده رساند. و حدیث عن بنی اسرائیل درباره بنی اسرائیل یعنی که سخن گوید ولا حرج با که ندارد. و من کذب علی متعمدا کسی از نام من یک دروغ قصدن بگوید فلیتبوأ مقعده من النار و از دوزخ برای خود جایگاه میگیرد. اخرجه البخاری من حدیث عبد الله بن عمرو رضی الله عنه عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. فهل امر الله ورسوله بحفظ القرآن والسنة وتبلیغهما يعد عبثا؟ نخواد کی میگوید امر الله امر پیغمبر او به حفظ کردن قرآن و به حفظ کردن سنت و به تبلیغ قرآن و سنت یعنی قرآن و سنت برده به سمع مردم رسوندن نخواد که همین رو یعد عبثا این بیکار باشد. امر میفرماید چخیل میشود که الله پیغمبرش امر میفرماید به تبلیغ این دو کتاب به مردم و حال آنکه اینا میگن که این فهمیدن نمیشه هر چیزی نفهمن چرا او رو برده میشه چرا با این برده میشه؟ اذا قلنا انه لا يمكن للانسان
المتعلم او العالم ان يفهم معانی کتاب الله، اگر ممکن نباشه برای انسان تعلیمگیر یا که برای عالم فهمیدن معنای کتاب الله و فهمیدن معنای سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم این خیلی باشد، هل امر الله عباده بالمستحيل حين قال آیا بس الله تعالی هل امر الله عباده میشه، آیا نخواد که الله امر کرده باشه بندگان خود را به یک کار ناممکن، اینه که میفرماد که و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، یعنی برای مؤمن ها درست نمیشود که همه یک جای چیکار کنند به جهاد برایند. فهمیده؟ یعنی نباید که مؤمن ها همه به جهاد برایند. فهمیده؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، از هر یک فرقه از هر یک گروه نمیمونه که مثلا گیم یک طایفه، یعنی که همه جهاد که نبراین، یک دسته کسا جهاد بونه، یک دسته دیگر آخر چیکار کنن با ایستن برای چی؟ لیتفقهوا فی الدین ای لیتعلموا امر دین الله، امری کارایی که به دین الله سر کرده باید تعلیم بگیرن آخر. ولینذروا قومشون امر معروف و نهی منکر بکنن اذا رجعوا الیه، وقتی به نزد و یوم گردن لعلهم یحذرون، شاید که ایشون حذر میکنن احتیاط میکنن. یعنی نباید که معنای آیت از اون عبارت است که همین در جهاد همه جهاد نمیبره، با یک قسم انسان ها میستند تعلیم میگیرن، با مردم ایمان میگیره، امر معروف نهی منکر میکنن. هم خیلی لقد بلغ الشیطان امنیته، دیده میگه شیطان واقعا به مقصد خودش رسیده، امنیه آرزو هوس میشه. امروز شیطان به آرزوی هوس خود رسید به سبب چی؟ به هذه الشبهه، به سبب این شبهه حين صرف بها الناس عن کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و وقتی که به نام شبهه خودش کار کرد که مردم از کتاب الله گردون، همه برفته ایستاده به طرف کتاب الله، به طرف سنت پیغمبر آمده انی میره و اونا را گبزنان کرد و گردون. بل انه لم يصب الشيطان من اهل العلم بمثل هذه الشبهه حين صرفهم عن شرع الله تعلما وتعليما واجتهادا واستنباطا، بل وجعل ذلك البحث عن معاني كتاب الله ومعاني سنة الرسول والاجتهاد في الاستنباط منهما جعل ذلك ضربا من الجنون ونوعا من الزندقة. بل إنه لم يصب الشيطان من أهل العلم بمثل هذه الشبهة، يعني شیطان به این شبهه و نمی شبهه لم يصب من اهل العلم، خب یگان مصیبتی کلان دستری اهل علم آوردگی نیستن، مانند همین مصیبتی که آوردگی از این مصیبتی زیاد دیگه آوردگی نیستن. وقتی که اهل علم باید حاضر نگه داشت از آموختن شریعت الله، تعلیم گرفتن، تعلیم دادن، اجتهاد کردن، خلاصه گرفتن. حتی علما، من مولای هم گفتی، من امام مسجد هم گفتی که من میترسم ترجمه کردم. فهمیدی؟ نه فقط مردم عوام شیطان به شبه ترسون، این کارش در مولاها هم کردن. میخوای؟ بل وجعل ذلك، یعنی این بحث را قرار داد، یعنی جستجو کردن معنای کتاب الله و معنای سنت رسول صلی الله علیه و سلم و اجتهاد کردن درباره حکم برآورده از این کتاب و سنت. جعل ذلك، کسی همین کار کنن مولا رو چنون ترسون که میشد که ضربا من الجنون، این نمود جندگی هست، دیوانگی و نوعا من الزندقه، این زندیقی است، یعنی کفر در قلب. بل قال لأولئك القوم الذين قالوا هذه المقاله، بلکه برای این قوم ها که این مقاله را گفتن چنین گفت: انه لا بد لكل واحد منهم ان يقلد اماما من الائمه الاربعه. چی میگن؟ برای هر یکی از اینها باید که تقلید امام از امام های چهارگانه بکنه، یعنی هر یک کس باید که از همین چهار امام یگان باید یا حنفی شود یا مالکی یا شافعی یا حنبلی شود، لا يخرج عن اقواله و آرائه و اجتهاده. کدام امام قطعی تمام، نه اگفی او میبرد، نه فکر او میبرد، نه اجتهادی او. حنفی به دنیا اومده است، باید حنفی مرد بود. ولا يجوز له اذا قلد ذلك الامام ان يحيد عن رأيه ولو قد انمله.
جایز است برای او چیکار کنه؟ وقتی که تقلید همون امام میکنه دیگه از رأی اون امام دوباره یک طرفه شدن به مقدار سری انگشت، انمول سری انگشت باید که اما امامش بیره نشود. چیزی گفته همه خیلی باید خودی رابط برفتن گرد. من نمیدونم که با این خوندن و با این مصطلح خوانی و حدیث صحیح و ضعیف خوانی اینا برای چه؟ مادام میگه همه خیلی باشم یک چهار کتاب بخون و گرد از چول و بیابانای صحرا. بل انه یجب علیه ان لا یقلد احدا غیره، بلکه واجبه غیر از امام خودش با دیگه مذهب نگیرد. اول میگم که باید که همین چهار مذهب یک چی انتخاب کنید. با مبادا اگر بینه یک کار کرده شده که این موافق با مذهب امام احمد بن حنبل تمام با مردی، نباید که همین مذهب تاجیکستان ما باید که همین مذهب همین مذهب. و اذا وجد الدلیل خلاف قول امام، اگر یک دلیل یابد از قرآن از حدیث پیغمبر خلاف سخن امامش باشد و چیکار میکند؟ فلیؤول الدلیل، باید که دلیل تفسیر کند حتی یتناسب مع قول امام، باید کاری کند چنان تفسیر کند و دروغ میگوید توبش میتر لغتش میکند، باید کاری کند که همون دلیل مناسب سخن امامش باشد. فهمیدی سوالت؟ این خیلی نه که سخن امامش موافق به دلیل قرآن کنند، نه، میخواد که اسلام باید رنگی ما باشد. فهمیدی سوالت؟ این کلمه اگر اینا قصدن کند انسان کافر میشد. فهمیدی سوالت؟ مردم میخواهند که همین قرآن اسلام دلیل های قرآن و حدیث باید که رنگی ما باشد. رنگی ما مولای دماز کنم باید رنگی ما باشد. انا من دلیلش پیشنهاد نمیگم، میگه این میده هیچ معنی نمیده. همین قدر مرال میخونه و در گوشت میخونه خود بلبل که مقصد چیه؟ همین دلیل باید که موافق به مذهب ما باشد. این بی‌سوادی است. فهمید؟ این گمراهی است. فهمیدی سودید؟ انا با چنین کسان میگو که اگر تو وارین انسانها را اگر دلیل قرآن و سنت تابع شما میشد کیها دنیا ویران شده بود. چه خیلی که امرو ویران شده است؟ نه، حتی یتناسب مع قول امامه. بس سخن گویا به این سخن محمد بن عبدالوهاب گفته. خدمتای محمد بن عبدالوهاب دیدی؟ درباره شیخ الاسلام وقتی گم بزنه که این جاسوسی انگلیه، همین قدر خدمتای بزرگ کرد دیگه. والله کسی که خدمتای او را خواند دیگه با وطن دوست میشود، اسلام دوست میشود، وطنش چنان حمایت میکند کشورش که هیچ نباشد. این مذهب تراشا و این شیعه شنیعی افلاس و از این یعنی که مدعای که گویا که در مذهب ابو حنیفه سبقی ابو حنیفه شم برای مثال از اینا رو دیدم میبینه اینا چقدر غمخوری کشور میشن، لیکن کی میفهمه؟ لانه زعم لامامه الحصانه عن الخطا. برای چی دلیل میگه که باید موافق انا مذهب امام باشه؟ میگه که زیرا که امام این چه از خطاگی ایمن است، امام خطا نمیکنه. میگه گمان میکنه لامامه، برای امامش چی؟ الحصانه، یعنی که چی؟ حصانه گفته یعنی که پناه داده شده دیگه امام های ما را از خطاگی، اینا خطا نمیکنه. اعوذ بالله. بعد با قرآن خطا کرده، با حدیث خطا کرده و انه لا يتصور منه وقوع الخطا. تصور کردن نمیشه، لا يتصور منه وقوع الخطا. درباره امام ها تصور کردن نمیشه که به خطا مونه. سبحان الله. بل كادوا ان يصرحوا بعصمه ائمتهم، بلکه یعنی حتی قریبه که صراحتاً گویند که امام های ما از گناه پاکیزند. قریب همین گفته بود. و کل منهم یعتقد فی امامه العصمه. هر یک صاحب مذهب در امام خودش، در مذهب خودش میگه مذهب من پاکه.
با افسونه ها سر میکنند و ای ابو حنیفه وقتی گذاشتن امام شافعی این طرف گذاشتن و امام شافعی دستری قبر ابو حنیفه نماز خواند دستاش در زیر نوفشون برای خاطر حرمت ابو حنیفه. اینها افسونه هستند کسی همین برای خلقی مسکین بیچاره نکنه احمق هست. فهمیدید؟ اگر با ایشان باشد اگر با ایشان داده خوجه و سید باشد یعنی که خوجه های احمقش بوده، ایشان های احمقش بوده. فهمیده؟ نعوذ بالله این کلمه دولت به خرابی آوردن. فهمیده؟ نیمی تاجیکستان کسافتی همینا یعنی که البته به وطن شده برفته گم. فهمیده؟ یعنی عقیده است اهل سنت و جماعتی که من و شما گرچنده که در تاجیکستان آزار ممکن که در کشوری مجبور شده در کشور روس هم که زندگی کنیم دل ما برای دولت میسوزد، دل ما برای کشور میسوزد، غمخوار دعا میکنه در حق راهبران. اما اینا خیلی نیستن. اینا در درون قطعی همه راهبران نون نمخور هستن با حقارش میکنن. دشمن چون میتیم با ما هم در برای درهم دادن میکنن. انا میخه درویگی دارن. بله ما چی دارن؟ درویگی دارن. این خاطر نمره. نه. و ان قوله هو الحق. گفت امام حق میگه. و این خالف الدلیل اگر بگه که الدلیل خیلی میگم که اگر سندی که مخالفی دلیل باشد دیگر این گپ امام حق. با حق دو تا نمیشه تو. چخیل میشه گفتی الله هم حقه گفتی امام ترم حق. اما عرش برابر کنید که این زدی بیان. زدی یک دیگه نه. و اذا رأيته يخالف الدلیل فاتهم عقلك. نگاه کنید چی میگه. اگر بینی که سخن امام مخالف دلیل باشد وقتی که دیدی که مخالف دلیل اومده شده یعنی عقلت تهمت کنی میگه که عقل نفهمی شده فهمیدی یعنی که خودت هم باید جنی حساب کنی که نه میگه من نفهمی شده من خطا کردم فهمیدی این سبحان الله این گپ ببینید و تهم رأیک یعنی این رأی خودت میگه اتهام کنی واجعل قول الامام في حصانة عن الخطأ والبطلان. باید تو همین خیلی اعتراف همین خیلی مثال گیریم قرار بده سخن امام چه درباره چه پاک بودن از خطاگی و از باطل پاکه. یا لها من کارثه انا مصیبت میگود یا لها من کارثه متن اگر بعد از حرف ندا حرف چی بیاید حرف بیاد دیگر یا که فعل بیاد دیگر یا حرف ندا نمیشه چی میشه تنبیه میشه. آگاه باشد چه خیلی این مصیبته أدت بأصحاب هذه المذاهب أن يختلفوا اختلافا أدى إلى الفرقة أو الفرقة والتباغض والتعادي والتناحر. نگاه این مصیبت بینید که اصحاب این مذهب این صاحب مذهب و مذهب تراشا را گرفت و آورد به چنان اختلاف هایی که این اختلاف بایها را برد رساند به پارچگی به جداگی و بدبینی یکدیگری و دشمنی یکدیگری و تناحر حتی به قربانی یکدیگر اینش بهش میکشد. انا امروز خیلی که در خونی اهل سنت و جماعت شیعه تشنه همه جهاد اکبر میدوند کسی که چه یک سنت رو کشد. اینا نمیفهمم مردم چون که حال سر نکردن آخه حال ماربازه در تاجیکستان کردن این شیعه هایشون. بل كل اهل مذهب يضللون الاخرين بلکه هر یک صاحب مذهب دیگه مذهب رو گمراه میکنه فی اقوالهم در سخناشون او فی بعض اقوالهم که در بعضی قولاشون مع ان النبي صلی الله علیه و سلم لم يلم احدا على الاجتهادات التي تكون من الناس. حالا که پیغمبر علیه السلام ملامت نکرده یگون کسی که اجتهاد کرده باشه در امور اجتهادی که از مردم صادر میشه المتأهلین فی اللغه والقواعد و کان اگر همین کسی اجتهاد کن در لغت و در قاعده یعنی که اهل باشد لایق باشد حقدار باشد مرحمت چیکار کند اجتهاد کند. حين قال وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود که لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظه. پیامبر صلی الله علیه و آله گفت که یگون کس نماز عصر نخواند مگر در بنی قریظه یعنی میرسیم همونجا در همونجا. یک صحابه گفتی پیغمبر گرفتن اجتهاد کردن رفتن چیکار کردن قطعی پیغمبر در همینجا خونه. بعضی کسان دیدن که وقت دیر شده نماز خونه برعکس شدن یک قسمت اجتهاد کردن ایش کدومش ایناش هم درست گفتن و یاش هم درست گفتن.
این اجتهاد میگویم. فاجتهد قوم وصلوا قبل وصولهم. یک قوم صحابگان اجتهاد اخرجوا بخاری مسلم حدیث عبدالله بن عمر. یک قوم اجتهاد کردند و نماز پیش از رسیدنشون به بنی قریظه خواندند و قالوا گفتن انما اراد الحث والتعجيل بالسير. چه خیلی تعلیل مخالف امر پیغمبر کردن؟ نه، اینا همین خیلی گمان کردن. گفتن که پیغمبر اصلا مراد از این گپ گفتنش یعنی هشدار کردن و شتاب کردن در سیر، یعنی مقصد پیغمبری که تست رازوی شتاب کنید. برای من گفت که رفته در همونجا خونه. همه خیلی معنا فهمیدن. فاذا كنا قد بلغنا جهدنا ودخل وقت العصر، وقتی که ما موافق بگوتی پیغمبر صلی تلاش کردیم، کوشش کردیم، ولی آمده در وقت عصر نرسیدیم جای گفتگو، لیکن وقتی عصر در نیم راه رسید چیکار میکنیم؟ فهمیدید؟ گفتن که پیغمبر صلی مقصدش هد رفته رسیدن بود. ما هزار کوشش کردیم، تلاش کردیم، یعنی که ترانسپورت ما میسوگیم ضعیف شد، یک پرابلم در راه اومد، ما به گفت پیغمبر رفته رسیدن نتوانستیم همونجا، لیکن وقتی عصر رسید، عصر دوشنبه شد. بل ان نصل الى بني قريظه قبل ان نصل الى پیش از اون که ما به بنی قریظه برسیم. فنحن نصلي الصلاه لوقت، ما باشه چیکار میکنیم؟ گفتم نماز در وقتش میخونیم. و نحمل قوله صلی الله علیه و سلم هذا على انه انما اراد الاسراع. و چیکار میکنیم؟ حمل میکنیم سخن پیغمبر، یعنی چنین معنی داد میکنیم سخن پیغمبر علیه الصلاه و السلام که و اراده به چی کرد؟ به شتاب کردن کرد در رفتن. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مقصدش چی بود؟ گفت که تیز روید، ممکن نه که نماز عصر قضا کنی برای. والتزم قوم باللفظ، یک قوم چیکار کردن؟ لفظ پیغمبر لازم گرفتن. فاخروا صلاه العصر. یک قوم دیگه چیکار کردن؟ قول پیغمبر اعتبار دادن، نماز عصر تاخیر کردن. حتی طلعوا الى بني قریظه. خب حتی رفته به بنی قریظه رسیدن، نماز عصر دیر کردن لیکن رفته رسیدن. وقد فات وقت العصر. نگاه کنید، وقتی که رفتن رسیدن الکی نماز عصر وقتش چی؟ گذشته، نماز عصر تمام شده. فاخبر النبي صلی الله علیه و سلم، پیغمبر علیه الصلاه و السلام خبر کردن بدانید این حادثه. ولم يعنف احد منهم، یگون کسی سرزنش نکرد. تو چی به تیز اومدی؟ تو چی به اونجا خوندی؟ نگفتن. فهمیدید؟ ولو قال لاحد منهم انت اخطأت، یگون کسی نگفتن که تو خطا کردی. یا سبحان الله. دیدید؟ یعنی این چی؟ تنبیه. سبحان الله میگه لماذا خلق الله لنا العقول. الله برای چی؟ برای ما چیکار کرد؟ عقل آفرید. الیس خلقها لنا لنفكر بها، مگر اون عقل برای ما نآفریده است ما تفکر بکنیم به اون عقل. و نتفکر فی آیاته القرآنیه و نتفکر فی آیاته الکونیه، مگر ما حق نداریم که چیکار کنیم به اون عقل در آیات قرآنی و در آیات کونی دنیایی و تفکر بکنیم. هذا هو الغرض الذي خلق الله لنا العقول. مقصد از اون که الله برای ما عقل آفرید من اجله، به خاطر همین تفکره. این خیلی که عقل هیو، عقل چیزی میگونه نه. بل ذم الله الناس الذين لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. بلکه الله تعالی تنقید کرد اون کسانی را که الله قلبشون داده است نمیفهمند، چشمشون داده است حقیقت به اون نمیبینند و برایشون گوش داشته، گوش عطا بخشیده است و ایشان به اون گوش چیکار نمیکنن؟ حقیقت نمیشنوند. اونا رو تنقید کرد. فرمود ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس. واقعا قسمیان میگوید الله تعالی ما آفریدیم برای دوزخ بسیاری از جن ها و انسان ها. یعنی ما برای دوزخ بسیار از مردم از جن ها و از انسان ها آفریدیم. لهم قلوب، و قلب دارند و دل دارند، لا يفقهون بها، أي لا يفقهون بها الحق. حق نمیفهمند. وجود چنین قلب به مانند نبودن است. ولهم اعین، چشم دارند ایشان، لا یبصرون بها، یعنی به اون چشم حقیقتا نمیبینند. بودن چشم مانند نبودن است. فهم؟ ولهم آذان لا يسمعون بها، ایشان گوش دارند ولی به اون گوش چی نمیفهمند؟
حقا نمیفهمن. اولئک کالانعام گفت، ایشان مانند چارپا هم، یعنی مانند حیوانن. هم خیره حیوانی که درک کردن نمیتونه چی فایده و چی فایده نیست، چی معنا دارد. اولای بل هم اضل، بلکه اینها از چی؟ از همون چی؟ از حیوان دیده یعنی که گمراه ترن. هم خیلی سعی؟ نه یعنی که اینا در برایش اینا یعنی در باره نفهمیدن و در باره ندیدن و در باره نشنیدن به مانند حیوان هستند. خلاصه اولئک هم الغافلون، اینها غافلان. و الله عز و جل میفرماید فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض. شاید شما، این خطاب به منافقای، فهمیدید؟ شاید شما ان تولیتم از اسلام رو بگردانید، یعنی ممکن است شما از اسلام رو بگردانید، بعد چیکار بکنید؟ از اسلام رو گردونید بعد چیکار؟ بعد از اسلام رو گردن تو چیکار میکنید؟ ان تفسدوا فی الارض، دیگه کارتون فقط در روی زمین فسادی است بس. فسادی به چی میشه؟ به عمل المعاصی، به کارهای معصیت. یعنی این اسلام است که شما منافقات در سایه این از قوه اسلام درویدی کرده، ظاهرا اسلام بوده. اگر اسلام بود و یک کنار شوید الهیده بونه، فقط در روی زمین ویرانه دیگه از شما چیزی نمیاد. منافقت شما و تقطعوا ارحامکم، کارتون از خویش تبار جدا شده نه، یعنی از خویش تبار هم میمونه. تو این اسلام است که ظاهرا دیده اسلام ترسیده، چی قوت اسلام ترسیده، قوت یعنی که راهبریت اسلام ترسیده، شما به خویش تبار نغز گنده رفت آ میکنید. اولئک الذین لعنهم الله، اینها را الله تعالی از رحمتش سور کرده است. این منافقا را لعنهم یعنی الله اونها را سور کرد، لعنتشون کرده. فاصمهم، اونها را الله سبحانه و تعالی از شنیدن حق کورشون کرده است. چی؟ معذرت کرشون کرده است. از شنیدن حق اصمهم، صم چی میشن؟ کر نشنوشو کرده. و اعما ابصارهم، و چشماشون از دیدن حق چیکار کرده است؟ کور کرده است، نابینا کرده است. افلا یتدبرون القرآن، مگر در قرآن تدبر، یا که قرآن را اندیشه نمی کنند، یعنی نمی فهمند قرآن را. ام علی قلوب اقفالها، یا که قلبهاشون محکم است که قفل کرده است، بند شده است که چی را نمی فهمند. و اخیرا شیخ می فرماید در آخر فإن القرآن ملیء بالرد على هذه الشبهة، قرآن پر است رد علیه این شبهه. و السنة ملیئة بالرد علیها، یعنی سنت پر است رد به مقابل این شبهه. ولی فقط انسان در کار که از قرآن گرفته تواند، انسان در کار که از سنت گیرد، قرآن و سنت دور باشه و چیکار کنه؟ اندک این چه شبهنده سرخم میکنه، راست میگردن نکی، راست میگردن نکی میگون نیستن. ولكن ماذا نقول إذا كان أهل العلم الذين يظن بأنهم سيردون على هذه الشبهة ويبتلونها بالأدلة الصحيحة الصريحة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين قرروها. شيخ دیده چی میگوید؟ گوش کنید این باره. ولی میگو چیکار کنیم؟ چی گویم میگو؟ یعنی درد ما رو به کی گویم میگو؟ وقتی که امروز اهل علم که باید چنان کسان هستن گمان باید کنیم که همینا هستن که علیه این شبهه ها باید که ردیه نویسن و یبطلونها، باید اینها یکم درجه خیسته از منبر پیغمبر چیکار کنند؟ به دلیل های صحیح کشاد و روشن از کتاب الله و سنت پیغمبر باید همینها باطل گوید این شبهه را. اما بالعکس امروز میبینیم که هم الذین قرروها، میبینیم که خودشان چیکار میکنند؟ این شبهه ها رو تشکیل میکنند. فهمیدید شده؟ مصیبت نه چی بوده؟ شیخ میگه که مصیبت در اون است که باید که اون مولایی که نگاش میکنه میگه که ماشاءالله انا می حال رد میکنه. با میبینید تشکیل اداره حکومت میبره چیه؟ اومده اهل حق سیاه کرده نشون دادن. بس چقدر دولت دارم ما امروز خفه میشیم.
همین ملای درویی خفه شدن در کار ذکر شدن درویی میکنن بسیارشون فهمیدید تنقیب میکنن کتابای شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب اینا به یک خدمتی به یک کتابچه میده که مثال بریم شیخ الاسلام نوشته که تمام علمای تاجیکستان برای عالم که نیست که در تاجیکستان فناتیکا میگن که چه و جاسوس انگلیه میگن جاسوس انگلیه هستن شیخ الاسلام ای کاش من از پروردگار میپرسم که انسان اگر جاسوس انگلیه میشته چنین کتابو مینویسه من الله میپرسم که مو هم آخه جاسوس من فهمیدی ساده این جاسوس انگلیه بودم آج خیلی یک بدبختی یک افلاس چی گفت تا 4 سال 5 سال در نزد یک شیخ میخواند در نزد یک شیخ میخواند فهمیدی ساده از 100% یک فایز علم شیخ قطعال برابر شده دیگه نیست بعد که دلش تنگ میشه بس چی میگون که این استاد نداره در نزد مادرش خونده همون آدمی که تو در نزدش 4 سال خوندی از 100% علمشه 1% علمشه تو یعنی که از 100% علمش به 1% همون از 100ش تو برابر شده نتوانستی بود دعوا میکنی که مادرش او را تعلیم دادگه این تحقیر نیست این آفرین به چنین مادر گفته ایسادی این به طور خودش خواست که این شیخ چیکار کنه تنقید کند خواست چیکار کند شیخ ما را تنقید کند خواست که به همین پس زند که شیخ های علامه ندارد و این مادرش خوانندگی شیخ کرده من گفتم که کاش مادری ما نیز همین خیلی مادر میشد چنین ما را یه تربیه میکرد که مادرای ما در تاجیکستان اگر هم خیلی میبودن قدری که مثال گرم شیخ ما را مادرشون تربیه دادن الله سبحانه و تعالی هر دوشون نگهدار باشن دیده این معنی گفته چپ پسر شد گریخت رفت کفنگدار گشت میگم در تاجیکستان میدونی تو من که باشه نه فهمیده وانبروا لمحاربة من ردها برعکس ما گمان کردیم که این ملاها حقیقت جانبداری میکنن نگود بینیم که انبروا لمحاربة من ردها بینیم که اینا سخت ایستادن به جنگیدن کسانی که با اینا را ردی مینویسن کسی مقابل شبهه ها گم میزده میبینیم که این ملاها طرف شبهه را گرفته سنگ زسودیان ای با مانند این چیه که یک دیواره یک بیمه کوه اول طرف تیر اومسوده ای الله این تیرای بخوبت اکیوموزه رنگ تیرای آخی وای مانند به تیرای یعنی که مسلمان ها برای مثال بسه آخی رو زده پچخش میکنه میبینه که در صف مردگی ها ملاها فهمیده سده من گفت اینا طرف همین شیطان و شیطان زاده رو گرفته سنگ زسوده تا مردنشونه ولی این مردم نمیفهمن که وقتی که الله تعالی اینا را ریشه این ملا رو که پاک کرد با میبینه که با اینا این دهقانا با این بی‌ثباتا با میبینه که در صف این شیطان جینا مرده که قطار خواب این ملا با میبینه که همینا بودن ما گفتیم چی بود دلیلاشو کمتر مانند انا میبینه شاید وانبروا لمحاربة من ردها اینا بالعکس چیکار کردن استادگری کردن سخت در صف جنگاورا داخل شدن علیه کسانی که رد این شبه ها نویسته رد این شبه ها گفت جنگیدن و اتهامه بالزندقه در قطور منا استاده اینا رو زندیق گفتن و منافق گفتن و جاسوس گفتن و انا لله و انا الیه راجعون این کلمه را عادتا در مصیبت میگن اینا واقعا در اسلام در سری مسلمان ها یک مصیبت کلان است در آخر از الله حق سبحانه و تعالی هر کدوم مسئله داریم که هر کدوم ما شما را و اون راه برد که در همون راه رضاگی خودش باشد. صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه وسلم تسلیما مزیدا و جزاکم الله خیرا کثیرا و بارک الله فیکم.